گزنه داستانش چیه؟ گزنه معمولا برای قند میبرن، ولی برای حداقل 100 تا درد بیدرمان دواست. ما اینو هم میتونی کسایی که قند بالا یا قند پایین دارن میتونن خشکش کنن، پودرش کنن. شما نمیتونین دست بزنید. دستاتون این چون خار داره، دستتون رو پشتش خار داره، دستاتون رو اذیت میکنه. سبزی پلو هم داری؟ آره جانم، سبزی پلو هم دارم. بسته‌بندی چه؟ بسته‌بندی خورد کرده ندارم، اینطوری دارم. نه، سبزی پلو خورد کرده. خورد کرده من ندارم. خب نگفتیم. گزنه رو این چون خار داره، چون از بس که دستامون کار کرده دیگه خار تو دست ما نمیره. شما چون دستاتون ظریفه 100% خار تو دستاتون میره. حتما باید دستکش بپوشی استفاده کنی. کسایی که قند بالا دارن یا قند افت قند میکنن، اینو معمولا خشک میکنن، پودرش میکنن. کسایی که مثلا نشسته چیزای برنج و اینا نباید بخورن، اینو پودرش میکنن کنار روی غذا میریزن. یه قاشق 2 تا قاشق پلوخوری میریزن رو غذا استفاده میکنن. دمنوش درست میکنن خانومم بگم. بعد اونایی که ریزش مو دارن حتی میجوشونن برای ریزش مو، سرشون هم میشورن با این. گزنه یه چیز فوق العاده است. جان سبزی اونجا آماده هم گذاشتی، اونا چی؟ این دلاره. این دلار برای ماست داخل دوغ با خیار با آلوچه با این خوی. چشم. قابلمه‌هاتون چیه؟ اینا من الان برای تازه میزنم. قابلمه‌ها قرمه محلیه. اینا هم ترشه مرغ ترشه. آره اینو ببین، این گردو روبانار بخواد بره تو دل مرغ، ماهی، شکم بادمجون و گوجه، مرغ ترش. این مرغ ترش، این گردو روبانار میخواد. چه خوشمزه. این نمکش کمه، نمکش اگه مثلا بعضی میان فشار بالا دارن ما نمک کم میریزیم توش. خیلی خوبه. این فوق العاده است. اینو بذار من برای تازه بزنم. یه دونه تازه برات میزنم. اینم قرمه سبزی ماست. یه ذره از این قرمه بخور. قرمه محلی در واقع اینه. اینایی که میگم ما قرمه محلی ما اینه. قرمش فوق العاده است. جان 200